عالی جنابان، محترم رهبران هیئت ها، خانم ها و جنابان، پیش از همه تشریف هر یکی شما را به سرزمین باستانی تاجیکستان صمیمانه خیر مقدم میگویم. برای ما مایه افتخار است که امروز در دایره روند آب دوشنبه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 2028 برگزار می‌گردد. این کنفرانس با تشکل عهده‌داری‌های مشترک ما برای تحکیم همکاری و صورت بخشیدن با عملها جهت حل یکی از موضوعهای حساس زمان معاصر مساعدت می‌کند. ما اشتراک فعال و سهم‌گذاری شما را در پیشبرد روزنامه جهانی آب بلند قدر می‌کنیم. اشتراکچیان گرامی، طی سالهای آخر تاجیکستان با مقصد در مرکز روزنامه رشد بین المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشید. در این جهت کشور ما توسط تشبس‌های خود در ساحه آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش می‌ورزد. جوهر این تلاش‌های ما از مسئله‌های بلند برداشتن مقام و منزلت آب ثروت بی‌بهای حیات عبارت است. تاجیکستان همانا جانبدار برخورد متوازن فراگیر و با ثمره عملی نگرانیده شده می باشد. اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گواهی واضح کوشش‌های مشترک ما در این سمت باشد. علاوه بر این برگزاری موفقانه کنفرانس تاریخی آب سازمان ملل متحد در سال 2023 تحت میزبانی تاجیکستان و نیدرلند ضرورت عهده‌داری‌های جهانی را برای تیزانیدن عملها در ساحه آب واضحاً نشان داد. ما در دایره روند آب دوشنبه با تلاش‌های خود در سمت تشکیل پلتفرم بین المللی فراگیر و شفاف ادامه داده امروز چون عنعنه حکومت‌ها و دیگر جانب‌های منفعت دارا از سراسر جهان برای در عمل تطبیق نمودن عهده‌داری‌های مربوط به آب گرد هم آورده ایم. باید اعتراف کرد که با وجود پیشروی‌ها در موضوع آب جهان هنوز هم با یک زمره مشکل‌های روبرو می باشد که روند نائل شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیاردها نفر آدمان با آب نوشابه بی خطر و خدمت رسانی‌های بهداشتی دسترسی ندارند. نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حداقل یک ماه با رسایی شدید آب دچار میشد. تمایل‌های جاری گواهی می‌دهند که این مشکل‌ها در آینده به طور نظررس افزایش خواهند یافت. طبق تحقیقات نوی کارشناسان
طلبات جهان با آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل با 25% زیاد می شود و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. ساحه‌های نو و با سرعت رشد یابنده از جمله صنعت سبز، شهرسازی، استحصال آذوقه‌واری و انفراستراکچور رقمی طلبات با آب را باز هم زیاد خواهند کرد. این روند ضرورت گذارش به تکنولوژی‌های صرفه‌کارانه آب، مدیریت مؤثر ذخیره‌ها و هماهنگسازی بهتر سیاست آب، انرژتیکا و آذوقه‌واری را دچار می‌سازد. علاوه بر این تأثیر پیامدهای تغییریاب اقلیم از جمله خشکسالی، آبخیزی‌ها، آبشوی با سرعت پیریک‌ها و بلندشوی سطح بحر وضع جاری را دچار شدت می‌باشد. واقعیت ذکر شده برای نظام‌های علاقه آسیب پذیر فشار علاوه‌ای ایجاد می‌کند. این نشان دهنده‌ها تنها پیشگویی نیستند بلکه هشداری جدی و دعوت به عمل به هر یکی ما میباشد. اشتراکداران محترم، جهت حل فصل مشکل‌های مربوطه تاجیکستان در سطح ملی و منطقوی نیز چاره‌های ضروری می‌اندیشد. در دایره برنامه اصلاحات ساحه آب، زمینه‌های حقوقی و نهادی برای تطبیق مرحلوی مدیریت همگرایی ذخیره‌های آب به طور نظررس تحکیم یافته، انفراستراکچور کلیدی نوسازی گردیده است که علاقه ثمرناکی و استواری استفاده آب را بهتر می‌کند. برای سرعت بخشیدن به روند نهایی به هدف ششم رشد استوار در کشور ما، استراتژی ملی آب تا سال 2040 و برنامه دولتی تأمینات آب نوشاکی و بهداشت برای سالهای 2025-2029 قبول گردیده. این سندها افزایش‌های دراز مدت و تدبیرهای مشخص را برای رشد ساحه آب معین می‌نمایند. ما نیت داریم که تا سال 2030 تطبیق پوره مدیریت هماهنگ شده ذخیره‌های آب را در سطح ملی و حوزوی تأمین نموده نظام معاصر علماً اساسناک، استوار و ثمرناک را تأسیس دهیم. همزمان با این ما تلاش داریم که تا سال 2040 دسترسی به آب متمرکز را حداقل برای 90% اهالی تأمین نماییم. ما تصمیم گرفتیم که به این وسیله دسترسی هر یک شهروند را به آب تازه آشامیدنی کفالت دهیم. در برابر این تاجیکستان نقشه دارد که مقیاس تکنولوژی‌های صرف کننده آب را زیاده از 40 برابر افزایش داده، استفاده ثمرناک این نعمت بی‌بها را با یک ابزار کلیدی مطابق شوی با تغییریابی اقلیم تبدیل دهد. گذشته از این ما نیت داریم که
تا سال 2040 رقمی کنانی مدیریت ذخیره‌های آب را تا 80% افزایش داده. با این راه شفافیت، ثمره‌ناکی و استواری قبول قرارهای مربوطه را تأمین نمایید. دوستان گرامی، ما بر رشد همکاری‌های فرامرزی در ساحه آب اهمیت خاص می‌دهیم. جهت تحکیم مبادئ اعتماد، شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسائل مهم آب همیشه کوشش به خرج می‌دهیم. تاجیکستان با فوند بین المللی نجات بحر ارال همچون پلتفرم مساعد منطقوی برای بررسی و حل مجموع مسائل آب به خاطر رشد استوار می‌نگرد. وابسته به این و با در نظر داشته مشکلات معاصر و نیازهای کشورهای منطقه، ما جانبدار تکمیل ساختار این فوند و در چارچوب آن تأسیس دادن کمیسیون بین دولتی انرژتیکی برای آسیای مرکزی است. این کمیسیون میتواند همچون یک ابزار مهمی تحکیم همکاری منطقوی و تأمین رشد استواری حوزه بحر ارال خدمت نماید. حاضرین محترم، در سالهای اخیر در ساله بین المللی عمل آب و روزنامه عمل آب برای حل و فصل مشکلات مربوط به آب زمینه‌های مستحکم فراهم ساختند. با وجود این در جاده رفع این مشکلات به نفع امروز و آینده سیاره ما هنوز دچار مانع‌های جدی هستیم. برای برطرف کردن این مانعات در سراسر جهان در سطح‌های ملی، منطقوی و جهانی اقدام‌های نظررس راه اندازی می‌شود که باید یگانگی و همکاری را در سمت آب تقویت باشد. در این راستا ما به تلاش‌های متوازن، مؤثر و فراگیر منفعت‌های مشترک نیاز داریم. تاجیکستان بر این نظر است که به مقصد توسعه این تلاش‌ها و عملی سازی آنها امروز ضرورت گزارش به مرحله نوی همکاری جهانی در ساحه آب به میان آمده است. از این لحاظ ما پیشنهاد می‌نماییم که چارچوب دوشنبه برای آب تأسیس داده شود. این چارچوب می‌تواند روندهای جاری را در مسائل آب تحکیم بخشیده، زمینه مساعد را برای هم آهنگی و همگرایی تلاش‌های مشترک جهت رسیدن به نتیجه‌های عملی مهیا سازد. حاضرین گرامی، ما به مرحله جنببندی در ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار نزدیک می‌شویم. ضرور است که از حالا درباره روزنامه جهانی آب بعد سال 2030 اندیشه نماییم. اقدام‌های ما در این جهت باید از دستاوردهای 10 ساله روزنامه عمل آب و تجربه روند آب دوشنبه منشأ گرفته به حل مسائل روزافزون مربوط به آب روانه کرده شوند. یادآور می‌شوم که ما در پیش‌روی برگزاری سلسله همایش‌های مهمی سطح جهانی در ساحه آب از جمله کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 و سمیت هدف‌های رشد استوار در سال 2027 قرار دارد. همزمان با این در سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس آب سازمان ملل متحد خواهد گردید که از 10 ساله جاری بین المللی عمل آب برای رشد استوار نتیجه گیری خواهد کرد.
بر این باورم که نتیجه این همایش‌ها با تشکل روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 مساعدت خواهد کرد. در این روند رسیدن به نتیجه‌های عملی، مبلغ‌زایی استوار، همگرایی سیاست آب با اقلیم و انرژتیکا، آزقواری و نظام‌های محیط زیستی، همچنین تقویت همکاری منطقوی و بین المللی باید موضوعهای کلیدی روزنامه نو آب را تشکیل دهند. در این زمینه چهارچوب دوشنبه برای آب محرک پیشبرد روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 خواهد شد. خانم‌ها و جنابان، کامیاب گردیدن ما در این مسیر پیش از همه با همکاری با اعتماد، درک مشترک مشکلات و دریافت راه‌های حل آنها وابستگی دارد. بیایید از امکانیت‌های کنفرانس امروزه همچون نقطه گردش در حل و فصل مسائل آب استفاده نماییم. همه ما مسئولیت مشترک مهم داریم. گنجینه بی‌بهای سیاره یعنی ذخیره‌های آب را باید برای نسل‌های امروز و آینده عاقلانه و ثمرناک اداره نماییم. حاضرین گرامی، در خاتمه میخواهم اعلان نمایم که ما به مقصد پیشبرد و تقویت دیپلماتیای آب و متحد کردن تلاش‌های جامعه جهانی برای آینده استوار و بی‌خطر جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم. این جایزه برای اعتراف نمودن سهمی برجسته در رشد همکاری‌های بین المللی، تحقیقات علمی، سیاست استواری آب و پیشبرد راه‌های حل مؤثر مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است. تشکر از توجهتان. سلامت باشید.